رسانه‌های تاجیک زبان مورد اتاک‌های کیبری قرار گرفته‌اند. گریز از روسیه از پی اعلان حالت حربی در این کشور. عبدالله غربتی در مرافعه دادگاهی همه دعواها علیهش را رد کرد. رسانه‌های تاجیک زبان مورد اتاک‌های کیبری قرار گرفتند. چند روز اخیر بین تاجیکستان و قرقیزستان نبردهای شدید اطلاعاتی صورت گرفته حالا هم ادامه دارند. از آغاز نزاع رسانه‌های تاجیکستان مورد حمله‌های DDoS قرار می‌گیرند. اکثر سوراخ‌های IP حملگران از قرقیزستان میباشند. خودی پایگاه اطلاعاتی سیاسی پیام از 17 سپتامبر تا امروز نکم از 12 مرتبه مورد حمله قرار گرفت. در جریان چنین حمله ها حملگران با یاری برنامه‌های مخصوص کامپیوتری به سامانه از اقتدار داشته قبولش شماره زیادی درخواست ها می‌فرستند که کار آن را باز می‌دارد. در این روزها به خصوص به سامانه‌های ازپیلوس، سوخت نیوز و URTG حمله های DDoS صورت گرفتند. زیبا تاجیبایو سرمحرر URTG به خبرگزاری ازپیلوس گفته است حمله به سامانه URTG نیمه دوم 18 سپتامبر صورت گرفت. کار سامانه را بعد یک روز با نصب برنامه محافظوی برقرار کردیم. پیشتر ما به این مسئله اهمیت نمیدادیم زیرا اساساً درباره آدمان مواد نشر میکنیم و معمولاً به چنین سامانه ها هکرها آنقدر توجه ندارند. لیکن ما خطا کرده بودیم. عین زمان مشکلات حل شده ولی مسئله تامین بی‌خطری سامانه روزمره باقی میماند و من بعد روی این مسئله کار خواهیم کرد. به گفته محرر سوخت نیوز علیشیر طالب سامانه آنها نیز مورد حمله قرار گرفته است که به آن آماده نبوده اند. به گفته او با چنین حمله آنها بار اول دچار می شوند. سرور سامانه ازپیلوس دو روز این جانب مورد حمله DDoS قرار دارد. دیروز سامانه بر اثر سربار زیاد یک مدت دستنارس بود. نه تنها سامانه بلکه به شبکه‌های اجتماعی تاجیکی نیز حمله ها صورت می‌گیرد. کاربران قرقیز به مأموران فیسبوک و اینستاگرام از بالای صحیفه‌های تاجیکی دست جمعانه شکایت می‌کنند. به این آنها را بلاگران و فعالان قرقیز دعوت می‌کنند. به گفته شهناز کاملزاده خبرنگار تیوی ایران اینترنشنال در تاجیکستان که از مناقشه در سرحد تاجیکستان قرقیزستان گزارش ها تهیه می‌کند پس از نشر هر یک گزارش به اکانت او در فیسبوک از جانب قرقیزستانی ها حمله صورت می‌گیرد. صبح 21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از موبیلیزاسیون نسبی نظامی در کشورش خبر داد. بعد این خبر در فاصله کوتاه بلیط‌های پرواز از مسکو به کشورهای فروخته شدند که شهروندان روسیه می‌توانند بدون ویزا سفر کنند. دوام چند ساعتی بعد اعلان موبیلیزاسیون بلیط‌های پرواز مستقیم از مسکو به استانبول و یریوان برای روز 21 سپتامبر کاملا فروخته شدند. در سامانه ایروفلوت برای روز 21 سپتامبر هیچ بلیط باقی نمانده بود. پروازها برای روز 22 سپتامبر از مسکو تا مینسک قریب $700 تا 10 برابر گرانتر از روزهای پیشین ارزش داشتند. اما همین بلیط ها هم با سرعت فروخته می شوند. این در حالی است که میان مسکو و مینسک در روز 6 پرواز می باشد. برای روز 22 سپتامبر همچنین در سمت پرواز مسکو به یریوان، استانبول، الماتا و تیفلیس و دیگر شهرهای گرجستان تقریبا بلیط باقی نمانده است. در این سمت‌ها تنها برای ابتدای ماه اکتبر بلیط پیشنهاد می شود. قانون درباره موبیلیزاسیون شهروندان روسیه را از سفرهای خارجی منع نمی کند، اما وکیلان پارلمان یا دومه دولتی روسیه گفتند شهروندانی که احتمال دارد به خدمت حربی جلب می شوند بهتر است به خارج نروند. مرافع دادگاهی روزنامه‌نگار عبدالله غربتی دیروز 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه شروع شد. در این باره رادیوی آزادی خبر داده نوشت که مرافعه پس درهای بسته می‌گذارد و به تالار تنها همسر عبدالله غربتی را راه داده اند و بس. مسئول بررسی پرونده دادرسی دادگاه نهایی شاه منصور بهروز شفا می باشد. غربتی به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمان بر است. دو اتهام اول جریمه ولی اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. منابع باوربخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها همه اتهام‌ها را رد کرده است.
عبدالله غربتی روز 15 ایونی امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دستگیر شد. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او را به اساس نامیده آزادی‌اش را خواسته‌اند.